احکام حج و عمره. حج را علمای لغت به معنی قصد و توجه کردن تعریف کردند، اما فقها حج را چنین تعریف کردند: معنایش قصد مکه رفتن در وقت معین برای انجام مناسک مخصوص. و برای وجوب حج اسلام شرط است، پس بر کافر واجب نیست و از وی صحیح هم نیست. همانطوری که عقل شرط است، پس بر مجنون واجب نیست، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند قلم از 3 کس برداشته شد: از خوابیده تا بیدار شود، و از کودک تا بالغ گردد، و از دیوانه تا عاقل شود. همچنین حج تنها بر بالغ واجب است. اگر کودکی احرام به حج بست، حجش درست است. چنانچه زنی کودکی را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند کرد و گفت: آیا برای این حج است؟ فرمودند آری، و برای تو نیز ثواب است. همچنین حج بر مسلمان غیر آزاد واجب نیست، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند هر برده‌ای که حج کرد و پس از آن آزاد شد، بر وی حج دیگری لازم است. و حج بر کسی که توانایی حج را دارد واجب است، یعنی داشتن هزینه مصارف خوراک و پوشاک و وسیله سفر، به دلیل فرموده الله تعالی: و برای الله است بر مردم حج خانه کعبه، بر کسی که توانایی رفتن به آن را دارند، و کسی که کافر شد الله از جهانیان بی‌نیاز است. و شرط ویژه بانوان همراهی محرمی است که با آنها سفر کند، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند زن سفر نکند مگر همراه صاحب محرمی. مردی برخاست و گفت: ای رسول الله، همسرم برای حج خارج شده و من به غزوه فلان و فلان نامنویسی کردم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: برو و با زنت حج بکن. کسی که از حج کردن ناتوان باشد به علت سالخوردگی و یا بیماری که امید شفا یافتن از آن نیست، و یا به سبب ضعیفی بدنی طوری که توان سوار شدن وسایل سفر را ندارد، بر وی لازم است که برای حج و عمره کردن کسی را از جانب خود نائب بگیرد. اگر بعد از احرام نمودن نائبش به حج و یا عمره شفا یافت، همان نیابت از وی کافی است. چنانچه زنی از قبیله خثعم گفت: ای رسول الله، بر پدرم فریضه حج الله است، در حالی که بسیار سالمند است، نمیتواند بر پشت شتر قرار گیرد. فرمودند: به عوض او حج بکن. برای کسی که در حج از شخص دیگری نیابت می کند، باید واجد شرایط پیشگفته حج باشد، و نیز کسی که به نیابت حج می کند باید پیش از این برای خودش حج کرده باشد. اگر کسی که به نیابت از دیگری حج کرد و هنوز برای خودش حج نکرده بود، این حج برای خودش صحیح است و همان حج اسلام برایش شمرده می شود. و دلیل آن هم روایتی است از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. شنیدند که مردی می گفت: لبیک عن شبرمه. فرمودند: شبرمه کیست؟ آن مرد گفت: برادر من و یا خویشاوند من. فرمودند: آیا خودت حج کرده ای؟ گفت: نه. فرمودند: از خودت حج کن، پس از آن از شبرمه. و یک بار عمره کردن در عمر مانند حج واجب است، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند اسلام این است که شهادت دهی الهی جز الله نیست و محمد فرستاده الله است، و نماز برپاداری و زکات بدهی و حج بیت الله را ادا کنی و عمره نمایی و از جنابت غسل کنی و وضو را خوب انجام دهی و رمضان را روزه بگیری. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد عمره فرمودند: عمره تا عمره کفاره است برای آنچه در میان آنهاست، و حج خالی از اشتباهات پاداشی جز بهشت ندارد.